ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампур. гуфтори 29. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. боби 4. زبانی نوشتاری تاجیکی دوره آغازین زیر فصل یکم کهن‌ترین نمونه‌های خطی زبان تاجیکی. مسئله آموزش و پژوهش نخستین نمونه‌های ثبت شده زبان ما یکی از مهمترین و مبرمترین مسئله‌های علمی زبانشناسی و تاجیک شناسی می باشد. بیشتری پژوهشگران اولین نمونه‌های نثری و نظمی آثار زبان ما را در سرچشمه‌های به خط عربی نوشته شده جستند که به نظریه ما این روش یکسویه می باشد. طوری در بابهای پیشین بررسی کردیم زبان مادری ما پیش از آن که از الفبای عربی استفاده کند سابقه تخمیناً 800 ساله استفاده رسمی داشته است. بنابراین ما باید هنگام بررسی علمی این مسئله موضوع را به دو مرحله اساسی جدا کرده مورد پژوهش قرار بدهیم. مرحله اول باید آموزش نمونه‌های را فرا گیرد که تا مورد استفاده قرار گرفتن الفبای عربی اساس برای زبان ما باقی مانده است. مرحله دوم پژوهش نمونه‌های زبان ما را در دوران استفاده الفبای عربی و اینچنین جمله و کلمه‌های جداگانه در سرچشمه‌های عربی ثبت شده را فرا می‌گیرد. در علم زبانشناسی مرحله دوم نسبتاً فراختر و مکملتر تحقیق شده است. عموماً در تاریخ بشریت اختراع خط یکی از دستاوردهای برجسته تاریخی به شمار می رود. می توان گفت که زندگی بشریت تا اختراع خط دوران خواب و بعد از اختراع خط دوره بیداری می باشد. زبانهای دنیا را امروز نیز پژوهشگران به زبانهای با خط و بی خط جدا می کنند. ثبت نمونه‌های زبانی به واسطه خط گامی مهم در رشد و گسترش زبان است. آن درجه انکشاف هویت ملی خلقها را نشان می دهد
و یکی از راه‌های اساسی برای دسترسی به وحدت ملی می باشد. یگانگی خط منطقه‌های گوناگون را به هم پیوست نموده، عنصرهای محل پرستی و قوم پرستی را از بین میبرد و برای تشکل خلقیت یگانه راهی وسیع می‌گشاید. باید یادآور شد که پیدایش خط و تشکل آن تدریجاً صورت گرفته دوره‌های طولانی تاریخی را فرا می‌گیرد و امروز هم بسیاری از خلق‌های جهان راه‌های تکمیل و اصلاح خط خود را می‌جویند. پیدایش خط و تشکل آن مرحله‌های گوناگون را فرا می‌گیرد و از دایره بحث ما بیرون است. ولی صورتگری تصویرهای نقش‌های گوناگونی بالای ظرف و کوزه‌های سفالین نخستین نمونه‌ها بوده. در اساس آن خط تصویری پیدا شده است. اکثریت خطهای جهان ریشه‌ای عمومی دارند. بسیاری از محققان برانند که خط آرامی که در اساس آن خطهای دیگر به وجود آمده اند ریشه آریایی داشته به واسطه خطها به بین النهرین آورده شده است. ما افتخار داریم که ملت تاجیک همچون یکی از قدیمترین خلقهای دنیا هنوز در دوران ما قبل تاریخ صاحب خط بوده است که اوستا و شکل کتابی آن تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. اکنون به مسئله تا استفاده الفبای عربی وجود داشتن خطهای دیگر برای زبان ما می‌گذریم. در اینجا سخن درباره آن می‌رود که آیا شکل امروزی زبان ما از زمان تحول زبان باختری و دیگر زبان و لهجه و گویش‌های ایرانی به شکل تاجیکی و فارسی و دری در خطهای رایج آن زمان تجسم یافته است یا نه؟ البته این نکته را نباید فراموش کرد که تاریخ تشکل زبان تاجیکی تنها آن دوره را در بر نمی گیرد، بلکه طور در بالا ذکر کردیم تاجیکان یکی از خلقهای باستانی صاحب خط بودند. تا اصطلاح عرب در سرزمین آریای شرقی که سرزمین‌های امروزه تاجیکستان، افغانستان، ایران شرقی، ازبکستان، ترکمنستان، بخشی از قزاقستان و قرقیزستان و چین غربی، خوتن و قاشقر و تخارستان صغیر خرد را فرا می گرفت، خطهای گوناگون یونانی، آرامی در شکل‌های پهلوی، سغدی، خوارزمی و غیره، مانوی، هندی استفاده می‌گردید. بازیافت‌های گوناگون از این منطقه‌ها اثبات این گفته هاست که در بخش زبان‌های فارسی میانه، پارتی، باختری، سغدی و دیگر زبان‌های ایرانی ما در این باره مفصل معلومات دادیم. بازیافت‌های گوناگون از این منطقه‌ها اثبات این گفته هاست که در بخش زبان‌های فارسی میانه، پارتی، باختری، سغدی و دیگر زبان‌های ایرانی میانه ما در این باره مفصل معلومات دادیم. با استفاده از خط یونانی اساس الفبای باختری ساخته می شود که این خط تا عصرهای 9-10 میلادی در قسمت‌های گوناگون آریای شرقی مخصوصاً در تخارستان شمالی، ختلان، حصار،
بدخشان، قندوز محفوظ مانده بوده است. دوره گذریش به خط عربی اساس حدوداً زیاده از 200 سال را در بر می‌گیرد. پژوهشگران بعد از معین کردن عمومیت زبانی نوشته‌های دوره آخری خط یونانی اساسی زبان باختری و اولین نمونه‌های زبانی ما به خط عربی اساس به خلاصه آمده اند که از لحاظ زبانی آنها یک زبان عمومی را در خود تجسم کردند. از جمله مقایسه آخرین سنگ نوشته به زبان باختری عصر کوشانیان، هیتاریان، سنگ نوشته سیوم توچی که با 2 خط یونانی اساس و خط عربی اساس نوشته شده است و پارچه از مقدمه شاهنامه ابو منصوری که فاصله بین آنها کمتر از 100 سال را 871 967 فرا می‌گیرد نشان می‌دهد که هر دو متن از لحاظ ساختار زبانی فرق زیادی ندارند. سنگ نوشته سیوم توچی در ابتدای دوره اسلامی از طرف یک شاهزاده کوشانی که پدرش اسلام آورده است هم با الفبای یونانی اساسی تخاری و هم با الفبای عربی اساس حکاکی شده است. متن آن با متن در ستایش درخت نیز شباهت خیلی نزدیک دارد، حالان که دوره تهیه آن از کتیبه توچی 2.5 عصر فرق دارد. یک نمونه دیگری زبان ما تا عهد اسلام شعری است که از ترفان پیدا شده است و آن را بهار نمونه زبانی دری می داند. آن در ستایش درخت نام دارد. این سرود بیشتر هنگام نیایش مانویان استفاده شده. تخمین می رود که آن به زبان تخاری کوشانی سروده شده باشد، زیرا زبان آن به زبان سنگ نوشته های بغلان، سرخ کوتل و توچی نزدیکی دارد. شعر دیگر سرودی کرکوی است که از دوران آخری زمان ساسانیان به ما رسیده است. آن با لهجه سیستانی زبان دری سروده شده است. ملک الشعرا بهار در این باره می نویسد: این سرود ظاهراً به زبان دری است نه پهلوی، زیرا اطلاع داریم که در مشرق ایران زبان ادبی زبان دری بوده و طبعاً این شیوه مملکت جنوبی خراسان را هم مؤثر می ساخته است. باید گفت که در هر دو نمونه یگان واژه عربی دیده نمی شود، ولی زبان آنها به نمونه های بعدی که به الفبای عربی آورده می شوند خیلی کم تفاوت دارد. این چند نمونه که ما یاد کردیم بازمانده های دوران پرتلاطم و پرفاجعه گذر از فرهنگ آریایی و فرهنگ اسلامی بوده، حداقل از 200 سال تا 300 سال را فرا گرفته است. شاید از این شعرهای پراکنده، کتیبه های نیم شکسته، روایت های اساطیری پهلوانی و تاریخی زیادتر باقی می ماندند اگر اصطلاح عرب و کتاب سوزی و غارتگری های بیشماری دور که در آن زمان کشوری ما را هم از غرب عرب ها و هم از شرق ترک ها فرا گرفته بود و رخ نمی داد. برای تعیین مکان اصلی رویش و بالیش زبان مادری ما گردآوری و بررسی نمونه‌های کهن‌ترین پراکنده به این زبان که در متن‌های نظم و نثر فارسی و عربی موجودند
و بیشتری آنها از زبان اهل خراسان و ماوراءالنهر بیرون آمده اند از اهمیت خالی نیست. کهن‌ترین نمونه‌های خطی که از زبان تاجیکی، فارسی، دری تا به روزگار ما رسیدند از دو قسم عبارت می باشند. یکم، واژه‌ها، عبارات، ترکیبات جداگانه که بیشتر در متون عربی آمده با نام جمل قصار، یعنی جمله‌های کوتاه یاد می شوند. دوم، نمونه‌های شعری، یعنی مصرع‌ها و بیت و پارچه‌های شعری که در متن‌های عربی و تاجیکی آورده شدند. بعضی از این نمونه‌ها قبلا مشهور بوده در آثار دانشمندان معروف برائون، محمد تقی بهار، مجتبی مینوی، طباطبایی، تفضلی و دیگران استفاده شدند. قسمت باقی مانده آنها را اخیراً محقق ایرانی علی اشرفی صادقی و بعداً با تکمیل و علاوه ها آذرتاش آذرنوش جمع آوری نموده دسترس علاقمندان و محققان نمودند. بنابر ارزش و اهمیت تاریخی این نمونه ها و همچنین برای آگاهی بیشتری علاقمندان و خوانندگان عادی از تاریخ زبان مادری خویش، ما مهمترین آنها را انتخاباً از روی تاریخ بیان در پایان نقل خواهیم کرد. همزمان باید یادآوری کرد که برخی از این نمونه ها بخصوص سخنانی که به بهرامی گور و دیگر سران و سروران ساسانی نسبت می دهند امکان دارد در عصرهای بعدی از جانب کاتبان دچار تحریف شده باشد و یا بعضی از آنها در اصل به زبان فارسی میانه بوده بعداً به فارسی دری برگردان شده باشد. یکم، نمونه های نثر در شکل واژه، عباره و جمله های علاهیده. مهمترین نمونه های نثر به زبان تاجیکی دری که در شکل واژه، عباره و یا جمله ها در متن‌های آثار عربی و فارسی تا امروز محفوظ مانده اند به شرح زیر است. یکم، دای مرگ آمز به قول مؤلف نهایت العرب فی اخبار الفرس و العرب، بهرامی گور سالهای دولتداریش تقریباً سالهای 420-438 میلادی هنگام شکار در باطلاق فرو رفت و به دایه‌ای که همراهی او بود گفت دای مرگ آمز آمد، یعنی لحظه مرگ من فرا رسید. چنان که در بالا گفتیم به زبان دری ثبت شدن این خطابنامه بهرامی گور شبهناک است، زیرا درباره موجودیت و کاربست زبان تاجیکی دری در روزگار بهرامی گور در قسمت غرب ایران زمین هنوز اطلاع قابل اعتماد به دست نآمده است. دوم، خوارم خوشباد. نویسنده معروف عرب جاهیز 767-868 در کتاب تاج فی اخلاق الملوک نقل را آورده است که وقتی بهرامی گور را خواب می گرفت به قصه گویان خود می گفت خوارم خوش باد، یعنی خواب خوش باد. واقعیت این گفته
و منسوبیت آن به بهرام گور هم زیر شبهه قرار دارد. سیوم، شب بشد به قول جاهیز هرگاه که به شاه ساسانی یزدگردی بزهکار دوره دولتداریش سالهای 438-457 میلادی خواب غالب می آمد، به قصه گویانی که در نزدش بودند می گفت شب بشد. آنها با شنیدن این جمله شاه را ترک می کردند. دانشمندی ایرانی صادقی اندیشه دارد که شدن در اینجا به معنی رفتن و سپری شدن است. اصلیت این گفته که گویا زبان بیان یزدگردی بزهکار دری باشد نیز شبه آمیز است. چهارم، مطهر ابن طاهری مقدسی سال تولد و وفات نامعلوم از مورخان معروف عهد سامانی درباره وهریز که از طرف انوشیروان مأمور جنگ با حبشیان در یمن مقرر شده بود میگوید وهریز برای جنگ با مسروق ابن ابرهه پادشاه حبشیان روانه میدان شد. مسروق نیز سوار به فیل به میدان آمده بود. چون از شدت پیری وهریز را بینایی به ضعف گراییده بود پرسید پادشاه آنان بر چی سوار است؟ گفتند بر پیل سوار است. گفت بر مرکبی پادشاهی سوار است. آنگاه گفتند از پیل فرود آمد و بر اسب نشست. گفت از قسمت از پادشاهی فرود آمد. باز گفتند از اسب فرود آمد و بر استر نشست. گفت این کوزدک خر است، یعنی ابن الحمار. پادشاهی او برفت. غلام خود را گفت تا تیر از تیرکش بیرون آورد. غلام تیر بیرون آورد. نام زن او بر آن نوشته بود. چی ایرانیان را رسم بود که بر تیر نام خود را می نوشتند و بر دیگری نام پدری خود را و بر سوم نام پادشاه را و بر چهارم نام زن خود را و بدین بنی کوبت فال می زدند. وهریز غلام را گفت این تیر را بگذار و تیر دیگر بیرون آر. غلام چنین کرد. باز همان تیر بیرون آمد. وهریز آن را به فاری نیک گرفت و گفت زنان زنان، نظریب نظریب، میزنیم میزنیم. این روایت از جانب مورخان دیگر از قبیل ابن قتیبه، طبری و دیگران با اندک دیگرگونی نقل شده است. پنجم، هر کی رود چرد و هر کی خسبد خواب بیند. جاهیز در المحاسن والازداد طبقی حکم شاه ساسانی خسروی یکم وفاتش 579 انوشیروان را می آرد که به زبان تاجیکی فارسی دری گفته شده است. طبقی عبدالله ابن طاهر چنین بود: من ساعراء و من لزیم المنام راء الاحلام. این معنی از طبقیات انوشیروان سرقت شده. چی وی گوید؟ هر کی ربزد چرزد و هر کی خسب است خواب بین است. ششم،
سرودگو به تازی ابو حاتم رازی نقل کرده است که شاعری معروف عرب اعشا پیش کسرا یعنی خسرو پرویز آمد. کسرا پرسید این شخص کیست؟ گفتند سرودگو به تازی. هفتم، منها بها بکشتش. راغب اصفهانی نقل می کند که همین اعشا در میخانه‌ای که فروشنده آن یک زنی فارسی زبان بود از عالم درگذشت. از زنی میفروش سبب مرگش را پرسیدند. گفت منها بها بکشتش. منها بها در اینجا اشاره به بیت زیرین اعشا است. و کأسین شربت علی لذتین و اخرى تداویت منها بها. هشتم، خدایگان تازیان زمار گرفت. به قول سمعانی هنگامی که اسود انسی شهر زمار را به دست آورد، حاکم یمن بازان در بستر مرگ قرار داشت و فرستاده به او چنین خبر آورد: خدایگان تازیان زمار گرفت. بازان در جواب گفت: اسب زین و اشتربالان و اسباب بیدرنگ. میگویند این آخرین جمله بود که بازان گفت و پس از آن درگذشت. نهم، شاه بشکست. به گفته طبری هنگامی که پیغمبر اسلام از عالم درگذشت، طاق ایوان مدائن رخنه پیدا کرد و سدی که خسرو پرویز بر دجله بسته بود از هم جدا گردید. خسرو گفت شاه بشکست. شما گفتاری 29 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.